بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم خواهران عزیز درس فقه را. ما در باب روزه هستیم. امروز درباره شرط های روزه‌داری صحبت میکنیم. یا گفتیم روزه، پیش از روزه رو شروع کردن کدام شرط های هست که در آدم روزه‌دار باید وجود داشته باشد. و در فقه ابو حنیفه رحمت الله علیه یا در فقه حنفی شرط و رکن جدا می شود. یک عبادت رو شروع نکرده کدام کارها رو ما باید کنیم اون رو شرط ها می گویند. بعد از عبادت رو شروع کردن کدام کارها رو ما انجام دهیم اون رو رکن ها می گویند که در دیگر مذهب ها شرط و رکن یک چیز است. اکنون می گویند پیش از همه از شرط روزه‌داری این نیت هست. وای مسئله نیت، همین که نیت گفتیم شروع می شود. نیت رو چیکار کرده کنیم؟ و نیت از اینکه مکانش قلب است در یگان کتاب مذهب حنفی یک جمله رو نمیابد که در آنجا نیت رو به ما اذیت کنانند که بگوید نیت کردم روزه دارم از صبح صادق تا بگاهی من گرسنه میمونم. این چیز وجود ندارد. نیت محلش قلب شما هست. اوره به نیت روزه وجود ندارد. مثلا از خواب یک نفر خست در رمضان تا بگاهی هیچ چیز نخورد برای اون که در راه بود، بعد گفت همه روزدار بودن منم روزدارم. این خیلی باشد. این وجود ندارد. باید نیت کنی. و میگویند نیت وقتش بهترینش این است که شما در شب نیت کنید یا پیشا پیشی صبح، یعنی پیشا پیشی نمازی بامداد نیت کنید. مثلا پگاه رمضان است، ما امروز گفتیم من انشالله این رمضان رو همش رو روزه میدارم. این الکی نیت برای یک ماه هست. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز است، اما بهترینش هر شب پگاه هم روزه میدارم گویا نیت میکنید. با قلبتون گذرانیدید که من پگاه روزه میدارم انشاءالله، روزه قضایی یا روزه رمضان. خواهران عزیز این نیت است. این الکی نیت هست. اگه به کسی خبر دادید شما از روزتون خبر دادید، اما نیت یک چیزی مخصوص دارد، یعنی یک دعای مخصوص دارد که باید در شب اون رو گفته خواب کنی یا از خوابت خسته اون رو بگویی بعد روزه دار میشی. این خرافات است، یعنی گپی بافته شده در دین است. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه همین چیز وجود ندارد. بعضی خواهرها هستن میگن که یکی خستم که بامداد شد یا من در بامداد خستم، وقتی نماز بامداد الکی داخل شده بود نیتی من چی می شود؟ یعنی من نیت رو نخوانده موندم. خیلی گفتم برای نیت شما حتما یک دعا نمیخوانید. همین شب که گفتید پگاه من روزه دار هستم انشاءالله، دیگر همین چی است؟ نیتتون است. فقط با قلبتون آیا شما روزه قضاگی میگیرید یا شما روزه نفلی میگیرید یا فرضی، این رو بگید. اما رمضان همه میدونیم که در رمضان کسی روزه قرضی و نفلی نمیگیرد. در رمضان همه رمضان خودش رو، یعنی روزه فرضی رو میگیرد و قرض گرفتن هم جایز نیست. بعضیا میگن اول من قرض هایم رو گیرم یا فرض رو گیرم. نه، روز رمضان که در اومد به تو فقط روزه رمضان فرض می شود. پس گفتیم از شرط روزه داری نیت هست و مکان نیت شما زبانتان نه قلبتان است. با قلبتان گفتید من پگاه روزه دارم، از شب الکی چی هستید؟ شما نیتتان کردگی هستید. شما روزتان رو پگاهش گرفتید باکی ندارد. و درباره روزه نظری هم، روزه های قضاگی هم عیناً همین گونه. شما یک روز پیش اگر گفتید من روزه دار هستم، پگاه روزه نظر داشتم یا من قضا می دارم، الکی وای به قضا حساب می شود. اما خستید روزه داشتید روزه نفل و آن رو به قضا حساب میکنم، این در نزد یگان عالم جایز نیست. انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. یعنی عبادت ها رو چی مستحب است چی فرض است این نیت جدا میکند. حتما با نیتتون با قلبتون آیا پگاه قضا میگیرید یا روزه مثلا روزه عرفه میگیرید یا روزه پنجشنبه میگیرید، اون رو باید در قلبتون باید بیان کنید. و درباره روزه اگر مثلا روزه فرضی گرفته باشیم قضا یا نذر به یگان سبب، مگر اینکه مثلا بیماری وزمین نباشید یا گفتیم از حال رفتید که این هم بیماری می شود، در این وقت فقط شکستنش یا خوردنش ممکن است، اما دیگری وی ممکن است. روزه قضایی یا روزه برای نذر گرفته فرض ها رو به یگان سبب
به جز بیماری خوردنش ممکن نیست. یعنی شوهرم مرا روزه رو خور گفت قضایم رو خوردم یا مهمان آمد، نمی شود. روزه قضا همچون روزه فرض حساب می شود. اما روزه هایی که مثلا عادی، مثلا در ماه شعبان که پیامبر زیاد روزه میگیرن، روزه دار هستیم. آیا روزه های تطوع میگن این را؟ روزه های عادی که برای ثواب گرفتیم، یکی به خاطر مهمان یا یکی به خاطر گرسنه ماندن خوردیم، جایز است یا جایز نیست؟ در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه عموما جایز نیست. یعنی حتی روزه نافله گیری هم میگن اون را چیکار کن؟ به آخر رسان، چون که الله میگه ولا تبطلوا اعمالکم، عملهای صالح خود را باطل نکنید، کار خیر رو شروع کردید تا آخر دوام دهید. اما در نزد جمهور علما تکیه به حدیث دارن که پیامبر میگن روزه هایی که شما همچون روزه نافله گرفتید، شما امیر نفس هستید، یعنی می توانید دوام دهید، می توانید بخورید. در اینها چه هست؟ می تواند انسان روزه نافله‌اش را خورد و گناهکار نمی شود. ولی تقوا کنیم اگر سبب جدی نباشد، روزه نافله داشته باشید هم نخورید. پس یکم شرط گفتیم، شرط روزه داری چه هست؟ این نیت هست و مکان نیت شما هم قلب است و بهترینش این است که از شب نیت کنید که پگاه روزه دارم، و یا اینکه پیشا پیش صبح دمیدن نیت کنید. و اگر پگاه روزه دارم گفتید دو فردا یکی بیمار شدید، سحر خسته نتوانستید، همون نیت پیشترتان کفایه است. و حتی یک ماه برای رمضان هم نیت می شود که مثلا پگاه رمضان داخل شده استاده است، من این ماه کاملا روزه دارم، گفته نیت کنید هم می شود. دویم شرطی روزه داری پاک بودن از حیض و نفاس است. از حیض و نفاس، از جما نه. یعنی یک زن و شوهر هم خوبه شدند و پگاهی روزی غسل نکردند و وقتی روزه داری شد، روزه رو دوام میدهند و بعدا غسل میکنند. و این حدیثی صحیح است از حضرت عایشه. البته بر وقت‌تر غسل کردن این بهتر است، خصوصا در نماز بامداد که مردها در مسجد بخوانند بهتر است. در اگر خنک باشد یا حتی دورتر باشد هم در رمضان. اما یکی چه خیلی گفتم، بعد از افطار یکی هم خوابگی شد و سحری رسید و هر روز غسل نکردن، روزه رو گرفتن میگیرند و بعدن غسل میکنند. اما از حیض و نفاس زنی که پاک نیست، روزه گیری برایش حرام است. مانندی چی؟ مانندی نماز خواندن. و این یک جهلی تماما پهن شده در جامعه ما هست. یعنی زنهای درستی با عقل، نمیدونم به کدام کتاب دست دادند و از کدام کتاب خوندن، میگویند دختر خانه حیض باشد هم روزه گیرد، هیچ گپ نه. این در کجا آمده است؟ حیض، حکم حیض هم برای زنی شوهردار همون حیض است، هم برای دختر خانه. دختر خانه هم در وقت حیض بودنش نمازخوانی براش حرام است، روزه‌داری حرام است. قرآن گرفتن در نزد جمهور علما تا استاد یا طالب علم نباشد تماما ممکن است. قرآن خواندنش، به مسجد داخل شدنش، در اطراف کعبه دور زدنش، اینها همش برایش حرام است، چی دختر خانه باشد چی زنی شوهردار. پس زنی که حیض است یا نفاس است، برای او روزه گرفتن ممکن نیست، چون که او چی هست؟ از شرط های پاکی در او وجود ندارد و کسی که روزه میگیرد گناهگار می شود. خیر دخترکایی که گفتن من از پدر و مادر خجالت می شوم یا شرم دارم، در این وقت بعضیا پنهان میکنن چیزی دیگر. اما نه، من روزم رو گرفتم، من خواهی نخواه میگیرم، حیض باشد هم میگیرم. سال گذشته یک خواهر دیگر با بعضی ها عموما بحث کرده یا یک چیز رو فهمونده نمی شود، میگه من در وقت حیض روزه میگیرم. من میگم ممکن نیست است، گناه است در وقت حیض انسان روزه نمیگیرد، نماز نمیخواند. حدیث حضرت عایشه است دربارش، میگه خر چی میشد؟ کار ثواب است، گو حیض باشم هم چی میشد؟ یعنی هیچ نفهمیده ایستادن که شریعت با عقلی نیست، شریعت اسلام به دلیل تکیه میکند. ما هر چی در قرآن و سنت است به اون عمل میکنیم، نه اینکه هر چی میشود من روزه دارم، کار ثواب است که حیض باشم چی مشکل دارد از این گپون. دویم شرطش گفتیم پاک بودن زنها از حیض و از نفاس می باشد. سیومش اسلام است، یعنی برای مسلمان روزه فرض است. کسی که میگوید من مسلمان نیستم، هزار گرسنه ماند هم یگان خیل به او روزه فرض نیست. و چهارمش عقل است.
یعنی انسانی که دیوانه هست، بیماری عقلی دارد و خودش رو نمیشناسد، یعنی دیوانه رو همه میدانیم، برای او هم روزه فرض نیست. و پنجمش بلوغ است، یعنی به بلاغت رسیدن. دخترک که هنوز حیض ندیده است، پسر بچه هایی که به بلاغت نرسیدن، برای آنها روزه فرض نیست. و خواهران عزیز، بلاغت رو از کجا میشناسیم؟ دخترک همون روزی که حیض شد به بلاغت میرسد. اگر یکی بیمار باشد، الکی در دخترچه جسمی زنانه پیدا می شود، یعنی او رو دیدن میگید نورس است، الکی او یک دخترک قدرس میگیم و قدرس می شود. عادتا 13-14 سالگی در تاجیکستان، بعضی ها حتی 12-11 سالگی هم، عموما در 13 سالگی اکثریت در تاجیکستان، اما در دولت های عرب 9 ساله 8 ساله حتی به بلاغت می رسند. اما پسرچه ها هم اساساً با احتلام شدن، اما از اینکه مثلا موی لبش میبراید، آوازش کمی قفس میشود، او هم چی میشود؟ قدرس میشود. به جسمش نگاه کرده به بلاغت میرسد، به یک سن و سال نگاه کرده نه. یعنی هر کودک به افزایشش نگاه کرده فرق میکنند. مثلا بعضی دخترچه شما در 11 سالگی الکی به بلاغت میرسد، بعضی دخترچه ها در 14 سالگی، پسرچه ها هم همین گونه. یعنی از شرط پنجمش به بلاغت رسیدن است. کودکی که به بلاغت نرسید روزه برایش فرض نیست. اما چگونه که از 7 سالگی نماز رو یاد میدهیم، روزه رو هم برای کودک‌ها باید یاد دهیم که آنها عادت کنند. علل خصوص در زمان پیامبر هم کودک‌ها برای یادگیری روزه می‌گرفتند. در برش حدیث است، ربیع بنت معوذ بود خطا نکنم، حدیث که کودک‌ها هم روزه دهم ماه محرم رو می‌گرفتند. به سلامتیش هم فایده دارد و صبر رو هم یاد میگیرد. یعنی کودکانی که میدونید قوتش میرسد، بعضی 8 ساله ها قوتش نمیرسد، بعضی 8 ساله ها میتواند یا خودش هوسمند باشد گپایی ببخشید این و آن دکتر را گرفتن سلامتیش به ضرر دارد نگوید. روزه عبادت است، یاد دهید، هیچ باکی ندارد. اما یکی خورد، دخترچه 10 سالتان روزش رو خورد، پسرچه 10 سالتان روزش رو خورد، برای او قضا نیست، برای او قضا نمیگیرد، برای اینکه او هنوز به بلاغت نرسیده است. قضا از زمانی هست که کودک به بلاغت رسد. این درباره شرط های روزه بود. خواهران عزیز، رکن های روزه هم هست که یعنی بعد از روزه رو شروع کردن کدام کارها برای ما حرام است و یکی انجام دادیم چی باید کنیم، این رو میگیریم به اذن الله شاید روز پنجشنبه تا که تا رمضان موضوع روزه رو تمام کنیم.